امروز دوشنبه است، اول هفته. من تصمیم گرفتم که 75 روز سخت رو شروع کنم. من نمیخوام با دوربین جلو بگیرم ببینم چی میشه. اوکی، چی خواستیم بگیم؟ چقدر نور بده. لنز کردیم. بهتر شد. 75 روز سخت رو شاید خیلی شنیده باشن و یه گوگل بکنید میتونید ببینید که چه قوانینه توی 75 روز سخته. نمیخوام از دوباره ضبط بکنم که توپاق میزنم، اشکالی نداره. فقط یه سری چیزا میخوام بهش اضافه بکنم. خیلی سریع بگم این که هر روز خونه رو جمع بکنم تا جایی که میتونم تمیز نگهش دارم. یکی از مشکلاتی که من دارم اینه که نمیتونم تمرکز بکنم وقتی دورم شلوغه و شاید این بتونه بهم کمک بکنه. واقعا بهم کمک میکنه اگر خونه تمیز باشه. یه راست میرم سر کاری که باید انجامش بدم، ولی اگه نباشه هم تنبلی میاد که اینا رو جمع بکنم، همین که کاری که باید انجام بدم انجام نمیدم. مشکل رو از بچگی هم دارم و باید تو این 75 روز سخت خودم عادت بدم که اگه چیزی رو برندارم هم موقع بذارم سر جاش. اگه لباسم خوش شده سری بذارمشون توی کشو و بس این که به این وضعیت در بیام. خیلی رو میخوام، خیلی. و یه قانون دیگه هم که میخوام برای خودم جداگونه بذارم اینه که به جای اون 10 صفحه کتابی که قراره هر روز بخونم، کتابم کو؟ میبینید این زندگی منه، کتابم پیدا نمیکنم چون همه چی رو حواس. خب کتابم کجا بود؟ لای لباس ها. اینجوریشون کردم، کتابم زیر اینا فتید شده بود، قایم شده بود. این کتابه رو دارم میخونم و میدونم که اصلا کتابی نیستش که قراره توی 75 روز سخت خونده باشه این. ولی 2 نکته داره. نکته اولش اینه که به زبان آلمانیه. من زبان آلمانیم پرفکت نیست و کتابیه که خیلی ازش خوشم اومده و دارم میخونمش و خیلی داره بهم لذت میده و ذهنمو مشغولش کرده و اینکه اصلا مهمتر میفهمم چی نوشته. آره کلمه‌ای هستش که مطمئنا نمیفهم. بذار یکی از کلمه‌ای که دیروز یاد گرفتم و پشمام ریخت، فکر کنم آلمانی هم نمیدونه معنیش چی میشه رو بخونم براتون، اونایی که آلمانی بلدن. گلچافورشقن، برید معنیشو پیدا کنید. گلچافورشقن یکی از شغلایی که یه آدم میتونه تو زندگیش داشته باشه. ولی کتابا میدونم خیلی خوندن و خیلی خوششون اومده. آدمایی معرفی کردن که مثلا یکیشون سارا حقیقت بوده یا مثلا میا بوده. اینا کسایی هستن که میا خونده، اینا مطمئنم خونده، ولی اخیراً سارا خوند و خیلی خوشش اومد و دوستای دیگه هم خونده بودن خیلی خوشش اومده بود و میتونستم بهش اطمینان بکنم و ببینم چقدر قشنگ نوشته شده. حالا من نمیدونم اینجا معرفی کتاب بکنم، ولی گفتم این کتاب سلف هلپ و از این صحبت نیست. نکته بعدیش اینه که به جای اینکه به کتاب سلف هلپ بخونم که از مهارتایی که خیلی وقت تو زندگی میخوام یاد بگیرم که جلوتر بهتون میگن چیه رو میخوام هر روز روش وقت بذارم و برای این مهارت من یه کورس 100 جلسه‌ای دارم که میتونم هر روز یه جلسه‌شو پیش ببرم. گاهی این جلسه ها خیلی چالش برانگیزه که مثلا یه جلسه رو 2 روزه میتونم تمام بکنم، ولی تا برای خودم اینو میذارم که تا یه پروژه از اون جلسه رو تمام نکردم نذارمش زمین. چون مثلا حالا جلوتر که بهتون نشون بدم این کورس یودمیه و بعضی وقتا جلسه هاش 3-4 تا پروژه داره. حداقل یکی از پروژه رو اون جلسه رو تمام بکنم. مطمئنا کورس 100 جلسه‌ای تو 75 روز جمع نمیشه. تا الان هم 8 جلسه رو انجام دادم، ولی خب چرا که نه، اصلا یکی از دلایلی که اومدم 75 روز سخت رو انجام دادم همین کورس است و بقیه‌اش هم که خودتون میدونید. چرا این کنار
یه اسکرین شات از بقیه قوانین حساب پرهیز سخت بذارم دیگه تکرار و مکررات نشه. بریم ببینیم چی میشه. چیزی که میخوام درست بکنم خیلی سریع بگم. گوشت بوقلمون خریدم. خیلی قیافش عجیبه، با سینه بوقلمون رنگش فرق داره، یعنی قرمز تره. بهش میگن گولاش، بوتن گولاش. فکر کردم که خوشمزه باشه و پروتئین بوقلمون خیلی بالا. فکر کنم از مرغ پروتئینش بیشتره، چربیش کمتره. حتی مطمئن نیستم راجع به این گولاشه. و یه دقیقه من باید دوربین قطع کنم به خاطر اینکه من ماکرو شماری میکنم برای هر چیزی که میخورم. خیلی وقته که این کار میکنم. تغذیه سالم و 75 روز سخت و اینا خیلی بهش میاد. و کاری که میکنم همیشه از اپل لایف سام، لینکشو میذارم، استفاده میکنم و این بارکدی که این پشتش هست اینو اسکنش میکنم و با این ترازویی که الان میارم نشونتون میدم با این وزنش میکنم و مثلا میگم که 100 گرم از این خوردم. هم ماکروشو بهم نشون میده هم کالریشو بهم نشون میده و با توجه به قد و وزنم و هدفی که دارم، مثلا هدف دارم انقدر کیلو باشم، به هم ماکرو هم میشماره، به هم میگه که مثلا امروز هنوز پروتئین اضافه نخوردی یا مثلا کربوهیدرات زیاد خوردی یا چربی زیاد خوردی. بعد با ورزش حلش میکنم این مدلی. خب پس من برم سراغ ماکرو شماری. خیلی چیز آسونی، اصلا پیچیده نیست و فکر نکنید که ولم کن. نه، واقعا آسون اگر از این استفاده کنید. بعد امروز میخوام به جای برنج از این استفاده کنم. آلمانیا فکر کنم بهش میگن دونکل، یه جورای گندمه. حالا گوگل میکنم اسم درستش دوباره میگم بهتون. یه چیز از روسی اگر اشتباه نکنم. و اینکه این چیزا داره، مشمع داره که میندازی تو آب جوش، مثلا چقدر 45 دقیقه اینا طول میکشه تا بپزه. ولی راستش من دلم نیستش که با پلاستیک بندازم توی آب جوش، یه حس بدی بهم میده. اگر که بتونید ببینید، میبینید سوراخ داره که مثلا دم بکشه. و از برنج چیز خیلی بهتریه ولی کالریش هم خیلی بالاست و این همش قشنگ سیر میکنه تا شب و کربوهیدرات پیچیده هم محسوب میشه به جای برنج سفید که کربوهیدرات ساده است و سریع هضم میشه و دوباره گشنتون میشه. چیز بهتری از ویتامین و مواد مغذی زیادی داره و من فکر نمی کنم که با این بندازمش مثل برنج کتک درست میکنیم اونجوری درستش میکنم. یه روش دیگه هم جدیدن توی یوتیوب دیدم اینه که میذارم تو زودپز، مثلا برنج رو میپزم اینو بندازم تو زودپز، چی میشه؟ نتره که این گندومه، نمیدونم چون خیلی گوشتم. من میخوام این کارم امتحان بکنم. زودپزم هم الان میارم. میخوام اینو اسکنش کنم ببینید چجوریه. بارکد رو میزنم. خب هر بسته این فکر کنم باید 100 گرمی باشه که اینجا اینو میاره. آره و همونطور که میبینید کاربش بالاست ولی پروتئین هم داره لعنتی. چربی هم یکم داره ولی چیز خوبیه خدایی. فیبر بالایی داره و شکر طبیعی. ریختمشون تو زودپز، یکم آب میریزم و هیچ ایده ای ندارم که اتفاقی قرار بیفته. یکم نمک میزنم و
میریم میشه ولی زیاد نمیدونم، در حد شاید 7-8 دقیقه تا 10 دقیقه هم نه، اصلا هیچ اطمینانی ندارم. همونجوری خیلی ساده بزنمش بپزم گوشه خب من مزدم میشم این بوغلمونهاش نیم ساعتی نه 20 دقیقه نیم ساعت هم رو مرتبه با سس گوجه، یعنی گوجه رنده شده یه جورایی و لوبیا و پیاز و ادویه پخت، خیلی خوب پخته و خیلی خوشمزه است. مزه گوش میده اگه اشتباه نکنم، مثلا مرغ نمیدم. و من بافت این جو گندم چیه اون که پختن زود پزو خیلی دوست دارم، از بچگی عاشق این بودم. فکر کنم جوه توی ایران بهش میگن جو که باهاش آش میپزن، میشه به عنوان پلو خورد، بعد بیشتر هم سینه گرم داره و خیلی لذیذ و خوشمزه است. جاتون خیلی من خیلی سعی دارم من دارم پزشکی دیر نرسم، شدید طالبیه الان و اینکه از اون طرفم و خیلی سریع فرفره طور برم BSR یه جای مرکز بازیافت زباله هاست، یه سری وسیله هست که همطور راحت نمیشه انداخت توی سطلاش آدم در خونه، حتی برمشون اونجا خیلی هم کولم سنگین همش رو ریختم تو دیگه. بودو بعدش هم باید برم باشگاه و بعدش هم بقیه برنامه های امروز. Exit to the left. خب رفتم وسایل گذاشتم ولی خیلی خجالت میکشیدم که ویدیو بگیرم، کارم نداشتم ولی خیلی سیستم باحالیه، فقط یکم دوره اما خیلی افیشنته دیگه. و شدت خوابم میاد، میگم دیشب اصلا خوب نخوردم بهتر اصلا زیاد حرف نزدم ولی همه کارم تمام شد و سریع برم باشگاه. چقدرم دارم سریع رو میرم، خیلی سریع البته از حق نگذریم برم پریاد میشم، فکر کنم مثلا دیگه برمی امروز پریاد بشم، همیشه ناختن همونم باشه، ناختن دردم هم شروع شده ولی چیزی جلو در من نمیشه. راستش من کلاس گروهی میرم نمیتونم از ورزش کردنم فیلم بگیرم، ولی حالا همجور که دیدید اون تیکه که داشتیم استراحت میکردیم گرفتم که نشون بدم. تازه امروز به خاطر اینکه فکر میکنم روز اول پریودم نتونستم خوب ورزش کنم، یعنی اصلا مثل سابق نبودم و اولش که اصلا خیلی خوابالو بودم ولی دیگه مثلا 20 دقیقه آخر موتورم راه افتاد. Now, today we have a whole day dedicated to a really cool project. And what we're going to be building throughout the day دارم پایتون یاد میگیرم. So the way the game works is you have to guess a word. دارم پایتون یاد میگیرم. یه مقداری بلدم ولی خب خیلی چیزاشو یادم رفته و خیلی خیلی دوستش دارم، خیلی 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 و بعد برش وقت بذارم. امروز با اینکه مرخصی بودم نتونستم بهش برسم، برنامه‌م این بودش که کل روز بشینم پای این کورس ولی اصلا نشد و اشکال نداره، حداقل یه برنامه پیش رو دارم و بعد هر روز انجامش بدم، هر روز. و چون امروز خیلی دیره یه پروژه‌ش رو انجام میدم که همین بازی بودش که بذات نشونتون میتونم صداشو قطع کنم بهتون نشون بدم. این بازیه بودش که میگفتن کلمه رو حدس بزن، بعد هر چی که اشتباه حدس میزدی هی یکی از جونات کم میشد، آخر سر میمردی، میباخته در واقع. اون بازیه رو بعد با پایتون بنویسمش. من 2 سال پیش این کار کردم و الان دقیق قدم نمیاد چجوری بود
چون که مال 2 سال پیشه دیگه. و من فکر می‌کردم 8 تا کورس رو 8 تا سشن رو تموم کردم، ولی الان تازه سشن 7. اوکی، فکر می‌کنم دیگه برای امروز بسه. البته من ادیتش بکنم، ولی دیگه برای امروز بسه. تا روزای بعدی. خدافظ.